بعدش اسپایدر وومن رو دیگه هممون این روزا تو اکسپلورمون دیدیم و حدوداً یک ماه پیش یک تظاهراتی توی هند شکل میگیره که مثل اینکه یک آزمون خیلی مهمی داشتن، مثلا یه چیزی مثل کنکور ما، و این آزمون قبل از اینکه برگزار بشه سوالاش لو میره، یعنی تو این مایه‌ها یه سری به هر حال تونستن تقلب کنن و همین باعث شده که مردم که اتفاقا بیشترش هم زنها تشکیل میدادن از این تظاهر کنندگان رو خیلی عصبانی بشن، بخوان مثلا صداشون به دولت برسه که شما دارین بی‌عدالتی میکنین، آینده بچه‌هامون چی میشه، و خلاصه اینکه یه تظاهری شکل میگیره. حالا توی همین حال و هوایی ماشین پلیس میاد و اینایی که داشتن تظاهر میکردن خیلی عصبانی بودن، خیلی آتیششون تون بوده، اینا رو میندازه توی دونه ون ماشین پلیس که ببرشون حالا مثلا یه بازداشتگاهی جایی، و یک خانومی میاد جلوی این ماشین وای میسته، یعنی موقعی که آدمایی که داشتن تظاهر میکردن همه رو میریزه توی این ون که میخواد همه رو برداره ببره. این زن میاد جلوی اون ون وای میسته، دستشو به اون ون تکیه میده و به مدت 40 دقیقه جلوی اون ماشین وای میسته و در نتیجه ماشین نمیتونه حرکت کنه و 40 دقیقه جلوی این ماشین وایستاده. بقیه‌اش هم باید برم بشونم. و به نظر من اگر بخوایم که اسپایدر وومن واقعی رو توی زندگیمون ببینیم قطعا همین خانومی بوده.